درود دوستان، خبرهای ورزشی خیلی زیادند و من آنها رو اینجا قید کردم و حاضر با شما تقدیم میکنم. فریدون اودیلوف 15 اوگوست در لیگ ACA بر ضد التینبک ماماشوف از قرقیزستان می‌جنگند و آنها 10 سال پیش جنگیده بودند و با مساوی این محاربه انجام یافت. به قول روسا نیچیا به زبان خودمون مساوی شد و 15 اوگوست این دو نفر فریدون اودیلوف از تاجیکستان و التینبک ماماشوف از قرقیزستان وام میخورند یک بار دیگر. و دوستان فکرتان را نویسید که کی دست بالا می شود در این محاربه. 15 اوگوست در لیگ ACA در مسکو، فریدون اودیلوف از تاجیکستان و التینبک ماماشوف از قرقیزستان. و 15 اوگوست در همین لیگ ACA حفیظ سکیبکوف از تاجیکستان و تیمور ولیف از روسیه و میخورند که این دو نفر همیشه جنگ های خوب نشان میدهند. حفیظ سکیبکوف هم میخواهد فقط پیش رود، راستا جنگ کند و تیمور ولیف هم. برای همین این فکر میکنم که جنگی همون شام یا که شاید که جنگی سالم شود، چون که این دو نفر خیلی خوب میجنگند و امیدواریم که حفیظ سکیبکوف دست بالا میشود. دوستان فکرتان رو نویسید در بابت این دو نفر هم. این هم روزی 15 اوگوست در مسکو در همون شامی که فریدون اودیلوف می‌جنگد. و دیروز در لیگ اوپن اف سی انوشیروان نایبوف بر ضد علیخان باگاودینوف دست بالا شد و او در راوند اول با طریق بوغی کردن حریفش را شکست داد. انوشیروان نایبوف رو ما تبریک میکنیم برای غالبیتش و امیدواریم که انوشیروان نایبوف در لیگ اوپن اف سی شاید که قهرمان هم شود. و دوستان متاسفانه موین غفوروف روزی 25 ایول در UFC نمی جنگد، چون که او از پایش زخم برداشته است و از محاربه دست کشیده است و ما با او سلامتی آرزو می نماییم و امیدواریم که او زودتر خوب می شود و جنگ های خوب هم نشان می دهد در UFC. دوستان متاسفانه موین غفوروف بر ضد عبدالحسین رقابتشان لغو شد و شاید که با عبدالحسین یگان رقیبی نو پیدا کنند. و روزی 25 ایول فقط در ابوظبی نورالله علیف می جنگد. این هم یک خبری خوش است. و دوستان یک خبری دیگر در امریکا، یک ورزشکاری تاجیک و مربی خوجاینی همون رئیس شرکتی دیستریکت گورنر شده است در همون لیگ تکواندو است و فکرم که او رئیس همین شرکت در یک شهر شده است، در شهر کلرادوی امریکا که اونجا تاجیکان خیلی زیاد هستند و او رئیس همین شرکتی تکواندو شده است و در همونجا جانشین هم با فکرم تاجیک شده است و او میخواهد که زیادتر تاجیکان رو در همین لیگ دعوت کند و کمک کنند. دوستان این هم یک افتخاری مردم تاجیک است که تاجیک در امریکا رئیس همون لیگ AAU شده است، که این افتخاری ملت تاجیک است. دوستان ما این جوان رو برای این دستاوردش تبریک میکنیم و امیدواریم که او کامیل لطیپوف، امیدواریم که او در آینده باز هم به قله‌های بلند میرسد و مردم تاجیک خودش را در امریکا کمک میکند. دوستان اسیم خان رحمانوف هم روزی 15 اوگوست در لیگ ACA می جنگد. این یک فکر میکنم که همون بهترین جنگاوران تاجیک روزی 15 اوگوست در لیگ ACA می جنگند. اسیم خان رحمانوف، فریدون اودیلوف، حفیظ سکیبکوف و دوستان این یک شومی بهترین هم می شود روزی 15 اوگوست. نه تنها اسیم خان رحمانوف، مهراج محمدچویف هم روزی 15 اوگوست در لیگ ACA می جنگند. 4 نفر، مهراج محمدچویف، اسیم خان رحمانوف، حفیظ سکیبکوف و فریدون اودیلوف. و دیروز در لیگ اوپن اف سی فیروز عبدالکریموف
با نکاوت تکنیکی غلبه رو بر الکساندر چرنوف به دست آورد که فیروز عبدالکریموف در مدت کوتاه این جنگ رو قبول کرده بود. شاید که در یک هفته این جنگ رو قبول کرد و با این نگاه نکرده حریفش رو نکاوت کرد. دوستان فیروز عبدالکریموف رو تبریک میکنیم و با او موفقیت ها آرزومندیم. این دیروز شده بود و در جنگ اساسی همین لیگ اوپن اف سی برای کمربند در وزن نیم سبک دمیر امینوف از تاجیکستان متاسفانه بر ضد رقیب خودش گریگوری بیلیایف مغلوب شد و از قهرمان شدن ناکام شد. دوستان من این رو تماشا کردم و دمیر امینوف باید گوشتین میگرفت چون که حریفش راستو خیلی خوب جنگ میکرد. همون مستر سپورتی بوکس بود حریفش و راستو خیلی خوب جنگ میکرد و دمیر امینوف گوشتین خوب میگرفت. در همینجا معلوم بود که تک داون میکرد، در گوشتین خوب بود، برتری داشت و همین استفاده نبرد. اگر 3 راوند اول گوشتین میگرفت حریفش رو خسته میکرد، شاید که راوند 4 و 5 رو شاید که پیش از مهلت هم انجام میداد و قهرمان میشد. متاسفانه نتونست و از کمربند لیگ اوپن اف سی به نصیب شد و امیدواریم اون جوان است و در آینده شاید که حتما قهرمان هم شود در این لیگ. و دیروز در لیگ رف امریکایی این برای گوشتینی طرز آزاد است و عبدالرشید صدولایف دو کراته قهرمان المپی مغلوب شد برای سبب ضربه خوردن پاش، آسیب دیدن پاش مغلوب شد و امریکایی او رو شکست داد. و دوستان همین لیگ رف گوشتینی طرز آزاد رو تبلیغات میکند مثل در روسیه لیگ ولنیک و آنها با فکر من که از هر یک محاربه مثلا این یک 2 نفر گوشتین میگیرن همون $200,000 با فکر میتین همون آدمی که در اونجا اشتراک میکند. این گوشتینی به آسیب است و برای چی من میگویم که تاجیکستان باید همیشه گوشتینی طرز آزاد رو تبلیغات کند، خوب کند و همون مربیان بهترین رو با اونجا تاجیکستان دعوت کنند و گوشتینی طرز آزاد رو پیش برند. چون که دیدی که مثلا همین محاربه در گرجستان بود، در گروزیا و مثلا برای اشتراک کردن $200,000 میتین و فکر من هم خیلی است با کمیش که این یک مبلغ خیلی خوب هم است و متاسفانه دیروز عبدالرشید صدولایف مغلوب شد و با ضد حریف امریکاییش و با فکر من که همون سببش آسیب دیدن پا بود و شاید که خوب شود و با لیگ رف باز برگردد. و کونر مگریگر شکست خورد در لیگ یو اف سی رقمی 329 از هولووی. کونر مگریگر در یکم راوند مغلوب شد. او را هم از پاش آسیب دید و فکر میکنم که کونر مگریگر آماده نبود برای همین، چون که در همون راوند اول از ثانیه های اول شروع کرد با هوا خست و ضربه زد و همون بالانسی پاش خوب نبود، افتاد. دوباره که با پاش ضربه زد افتاد، همون در پاش ایستاده نمیتونه، شاید نمیدونم واسه چی بود و مغلوب شد. دوستان که 5 سال بود نمی جنگید و این یکم بار بود بعد 5 سال جنگیدنش با هولووی و در راوند اول مغلوب شد. و فکر میکنم که مگریگر دیگه بر 8 با وقتایی که با اون درجه‌ای که اول جنگ می جنگید دیگه نمیگردد فکر میکنم، چون که خیلی زیاد پول دارد و او همون حوصله‌اش از همین جنگ‌های آمیخته دور شده است و فکر میکنم که همون 15 سکند یک دقیقه جنگید و $15 میلیون جمع کرد و تمام. با همین دیگه فکر میکنم که با کونر مگریگر با زودی دیگه برنمیگردد. اگر برگردن برای پول برمیگردد، چون که او دیگر حوصله جنگیدن هم ندارد. دوستان اینها بودند خبرهای ورزشی در کانال مشتی تاجیکی و حتما ابونه شوید و ورزشکاران دوست داشته هاتون رو پیگیری کنید و من با شما حتما خبرهای خوش رو میرسونم. دوستان من همیشه دیدی که در یک هفته یک بار ویدیو کردم، چون که این زندگی است و کار هست و پرابلم ها هستند و همیشه وقت پیدا نمی شود که من با شما زود خبرها رو رسانم و امیدوارم که کوشش میکنم که همیشه خبرهای بهترین رو با شما رسانم و از شما یک خواهش که شما در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و من حتما با شما خبرهای ورزشی تاجیکستان و جهان رو پیشکش میکنم.
خدا یار و یاورتان با تا امیدی دیدار.